داستان کوتاه عدل از صادق چوبک. اسب درشگه‌ای توی جوی پهنی افتاده بود و قلم دست و کاسه زانوش خرد شده بود. آشکارا دیده میشد که استخوان قلم یک دستش از زیر پوست حنایش جابجا شده و از آن خون آمده بود. کاسه زانوی دست دیگرش به کلی از بند جدا شده بود و به چند رگ و ریشه که تا آخرین مرحله وفاداریش را به جسم او از دست نداده بود گیر بود. سم یک دستش آنکه از قلم شکسته بود به طرف خارج برگشته بود و نعل براق ساییده‌ای که به 3 دانه میخ گیر بود روی آن دیده میشد. آب جوی یخ بسته بود و تنها حرارت تن اسب یخهای اطراف بدنش را آب کرده بود. تمام بدنش توی آب گلالود خونینی افتاده بود. پی در پی نفس میزد. پره‌های بینیش باز و بسته میشد. نصف زبانش از لای دندانهای کلید شدهش بیرون زده بود. دور دهنش کف خونالودی دیده میشد. یالش به طور حزن‌انگیزی روی پیشانیش افتاده بود و 2 سپور و یک عمله رهگذر که لباس سربازی بی سردوشی تنش بود و کلاه خدمت بی آفتابگردان به سرداش می‌خواستند آن را از جوی بیرون بیاورند. یکی از سپورها که حنای تندی بسته بود گفت: من دمش رو میگیرم، شما هر کدوم یه پاشو بگیرین و یه هوا از زمین بلندش میکنیم. اون وقت نه اینه که حیوان طاقت نداره نمیتونه دستش رو زمین بذاره و یه خیزور میداره. اون وقت شما جلی پاشو ولدین، منم دمشو ول میدم. رو 3 تا پاش میتونه بنشه دیگه. اون دستش خیلی نشکسته. چطوره که مر رو 2 پا وامیسته، این نمیتونه رو 3 پا واسه؟ یک آقایی که کیف قهوه‌ای زیر بغلش بود و عینک رنگی زده بود گفت: مگر میشه حیوان را اینطور بیرون آورد؟ شما باید چند نفر بشید و تمام هیکل بلندش کنید و بذاریدش توی پیاده رو. یکی از تماشاچی‌ها که دست بچه خردسالی را در دست داشت با اعتراض گفت: این زبون بسته دیگه واسه صاحبش پول نمیشه. باید به یه گلوله کلکشو کند. بعد رویش را کرد به پاسبان مفلوکی که کنار پیاده رو وایستاده بود و لبو میخورد و گفت: آجدان سرکار که تپونجه دارین، چرا اینو راحت نمی کنین؟ حیوان خیلی رنج میبره. پاسبان همونطور که یک طرف لپش از لبویی که تو دهنش بود باد کرده بود با تمسخر جواب داد: زکی قربان آقا، گلوله اولنده که مال اسب نیست، مال دزده. حالا اومدیم ما اینو همینطور که میفرمایین راحتش کردیم. به روز قیامت و سوال جواب اون دنیاش هم کاری نداریم. فردا جواب دولت رو چی بدیم؟ آخه من لاکردان نمیپرسن که تو گولتو چیکار کردی؟ سید عمامه به سری که پوستین مندرسی روی دوشش بود گفت: ای بابا، حیوان باکیش نیست، خدا رو خوش نمیاد بکشندش. فردا خوب میشه. دواش یه فندق مومیاییه. تماشاچی روزنامه به دستی که تازه رسیده بود پرسید: مگه چطور شده؟ یک مرد چپاقی جواب داد: والا من اهل این محل نیستم، من رهگذرم. لبو فروش سرسوکی همونطور که با چاقوی بی دستش برای مشتری لبو پوست میکن جواب داد: هیچی، اتول بهش خورده سقط شده. زبون بسته از سحر تا حالا همینجا تو آب افتاده جون میکنه. هیچکی به فکرش نیست اینو. بعد حرفش را قطع کرد و به یک مشتری گفت: 1 قرون. و آن وقت فریاد زد: قند بی کپان دارم، سیری 1 قرون میدم. باز همان مرد روزنامه به دست پرسید: حالا صاحب نداره؟ مرد کچرمی قلچماقی که ریخت شوفرها را داشت و شال سبزی دور گردنش بود جواب داد: چطور صاحب نداره؟ مگه بی صاحبم میشه؟ پوستش خودش دست کم 15 تومن میارزه. درشکشیش تا همین الان اینجا بود. به نظر رفت درشکشو بذاره برگرده. پسر بچه‌ای که دستش تو دست آن مرد بود سرش رو بلند کرد و پرسید: بابا جون، درشکشو با چی برده برسونه؟ مگه نه اسبش مرده؟ یک آقای عینکی خوش لباس پرسید: فقط دستاش خرد شده؟ همان مرد قلچماق که ریخت شوفرها را داشت و شال سبزی دور گردنش بود جواب داد: درشکچیش میگفت دنده هاش هم خرد شده. بخار تنکی از سوراخ‌های بینی اسب بیرون می آمد. از تمام بدنش بخار بلند می شد. دنده هایش از زیر پوستش دیده می شد. روی کفلش جای یک 5 انگشت گل خوش شده داغ خورده بود. روی گردن و چند جای دیگر بدنش هم گلی بود. بعضی جاهای پوست بدنش می پرید. بدنش به شدت می لرزید. ابداً ناله نمی کرد. قیافش آرام و بی التماس بود. قیافه یک اسب سالم را داشت و با چشمان گشاد و بی اشک به مردم نگاه می کرد.